اینترنت چیست؟ شبکه عمومی جهانی مالکی است و برای آن که مبلغ می‌دهد. قاعده هایی که به شبکه اینترنت داده شدند: شبکه گلوبالی کامپیوتری، شبکه ها، شبکه عمومی جهانی. اینترنت سیستم تقسیم کننده نامتمرکز می باشد، یعنی در آن نقطه های مرکزی موجود نیست. قاعده های فعالیت آن استانداردی کرده شدند و برای همه دسترس می باشد. از نقطه نظر تکنیکی اینترنت عبارت از مجموعه شبکه های نسبتاً خرد عبارت است که آنها نیز یکخیله نیستند. اینترنت رسما به یگان شخص الهیده تابع نیست. پرداخت خراجات برای در حالت فعال نگاه داشتن کانال های کهنه به عهده استفاده برندگان گذاشته شده است. خراجات برای بر راه ماندن کانال های نو را باشد، حکومت ها، شرکت های عظیمی تلکومونیکاسیونی فاندهای مبلغ گذاری به عهده دارد. استفاده برندگان اینترنت هر روز اصولهای نوی نسبتاً ثمراناکی ساختن، نگاه داشتن و دسترس نمودن اطلاعات را کشف می‌نمایند. هر قدر که استفاده برندگان شبکه زیاد باشد، آنها همان قدر زیاد اطلاعات استحصال می‌کنند. اینترنت امروز محیط اساسی اطلاعاتی، محلی حمل و نقل اطلاعات و انبار عظیم عمومی جهانی اطلاعات میباشد. ژورنالیستان نیویورک تایمز نقش اینترنت را همین طور معین نمودند. در هزار ساله نو اطلاعات، دسترسی به سیل اطلاعات در حیات آدم نقش روزافزون پیدا کرده، در آنها متمرکز گشتن به قسمی جدا نشونده حیات ما تبدیل می‌یابد. در سالهای 90 اینترنت همچون شبکه جهانی ظهور نمود. در سال 1990 اینترنت الکی 300,000 استفاده برنده داشت. سال 1991 گوفر و ورلد واید وب کشف گردید. آنها خدمات اینترنت بوده میلیون ها استفاده برندگان نو را جلب می‌سازند. اینترنت امروز همگی در چند کشور افریقا و آسیای شرقی را فرا نگرفته است. مقدار ماشین های اینترنت قریب 20 میلیون، مقدار استفاده برندگانش از آن 5 تا 10 مراتب زیاد است. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.